سلام دوستان، خسته نباشید. وقت شما بخیر. ما رسیدیم به طبقه 5. امروز شروع کردیم جوشکاریشو. شاسی رو میبینید که تا آخر جوش دادیم. اون عزیزانی هم که گفته بودن طریقه کار کردن و این آجرای گردی و اول روی میز کار دوتا چسب میکنیم از پشت به این شکل. و اینجا هم همکارم رو میبینید داره کار میکنه. واسه نصب کردنش روی اون شاسی گردی زیر آجر چسب میزنه. با گذاشتن صلیب فاصله بند رو رعایت میکنه. بعد از تراز کردن یه تیکه سفال میذاره پشتش و به این شکلی چسبش میکنه. بعد از تنظیم و دقیق کردن آجرها مجددا یه محکم کاری با چسب میشه. بعد اونم پشت آجرها رو ما با دوغا پر میکنیم. مرسی که با ما همراهید. لطفاً از ما حمایت کنید.